بار سیوم است که کاروان ماشین ها عبارت از مصالح ساختمانی با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اهالی از زمین جنبی ضرر دیده ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت امروز به محل ساختمان منزل‌های استقامتی آسیب دیدگان رسانیده شدند. از جمله در ناحیه تاجیک‌آباد مسئولان استاد حالت‌های برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی مصالح ساختمانی را موافق طلبات برای بنیاد منزل‌های استقامتی ضرر دیدگان 11 دهه تقسیم کرده دادند تا انشاءات بنیاد شونده برای هر یک عائله و با صفت بلند ساخته به استفاده داده شوند. با سفارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام مصالح ساختمانی از قبیل تخته، سمنت، آرماتورا پورا و عائله‌های ضرر دیده دسترس گردیده است. ما هیئت استیطاعات کوشش می‌نماییم که سری وقت با صفت بلند خانه‌های ویران گردیده را در مهلت معین شده ساخته به استفاده دهیم. با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خسارات بنا و انشاءات دولتی پورا معین شده. برای ساختمان منزل‌های استقامتی قطعه زمین مقدار ضروری مصالح ساختمانی برای بنیاد خانه‌ها دسترس شدند. علاقه در موضع زرنگک جماعت دهات هجبارک کارهای ساختمانی در بنیاد منزل‌های استقامتی شروع گردیدند. امروز در حدود جماعت هجبارک از حساب کمک‌های پیشوای معظم ملت بر عائله‌های ضرر دیده جماعت 30 عائله که با پورگی ضرر دیده بود ساختمان با یک مرام ادامه دارد با یک سرعت خوب. از 79 عائله که با قسما ضرر دیده بودند مسئله ساختمان با پورگی تقسیم شده. در هر یک عائله هایی که قسما بودند تهدیوالی علاقه کار رفته ایستاده است. ما امیدوار هستیم که در یک مدت کوتاه این را به انجام می‌رسیم. خانه‌های استقامتی برای آسیب دیدگان زمین لرزه با نظرداشت معیارهای ساختمانی 4 حجرگی و 2 حجرگی در مهلت کوتاه‌ترین ساخته به استفاده داده می‌شوند. با این مقصد اگنتی ذخیره‌های مادی تمام مصالح ساختمانی و تکنیک‌های ضروری را به منزل ضرر دیدگان رسانیدند تا سرعت کارهای ساختمانی به طلبات جوابگو و در مهلت پیش بینی شده انجام داده شوند. از روز اول رخ دادن این آفت طبیعی طبق دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با همه ضرر دیدگان آفت طبیعی موادهای عضوخواری دسترس کرده شد و طبق دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت در مجلس غیرنوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان که سنه 17 اپریل سال 2025 برگزار گردید همه وزارت و اداره‌ها برای برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی موظف گردانده شدند و امروز در موضع زرنگک جماعت دهات هجبارک برای عائله‌های پورا ضرر دیده که قطعه زمین جدا کرده شده از جانب وزارت اداره‌های داخلدار ساختمان منزل‌های استقامتی برای ضرر دیدگان آفت طبیعی البته آغاز گردیده است. چنانکه که ما و شما شاهد هستیم کارها بسیار با مرام ادامه دارند. این چنین با ضرر دیدگانی که قسما خانه‌هایشان ضرر دیده بودند مسئله ساختمانی دسترس کرده شده. ساختمان تک‌کرسی بناها علاقه در رفع انجامیابی قرار دارد و ما باوری کامل داریم که طبق دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت و مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان این عاقبت‌های آفت طبیعی در مهلت کوتاه برطرف کرده می‌شوند و مردم ضرر دیده به یک شرایط مساعد زندگی و فعالیت البته تامین کرده می‌شوند و از نام همه مردم ناحیه و پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری‌های پیوسته‌شان برای غمخوری‌های نسبت مردم ضرر دیده کردهشون اظهار سپاس و مینتداری می‌نماییم و کوشش می‌کنیم که عاقبت‌های آفت طبیعی در مهلت کوتاه‌ترین برطرف کرده شوند. امروزها با جلب صدها نفر کارگران و تکنیک‌های صحوی در محل ساختمان محله نوبنیاد ناحیه رشت کار از روی نقشه ادامه داشته. هدف اساسی مسئولان ساختارهای وابسته شده سر وقت و با صفت بلند انجام دادن ساختمان منزل‌های استقامتی برای ضرر دیدگان زمین لرزه می باشند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت.